آقا مگر این که تو بیایی و حیاتم بدهی، مگر این که تو از این وضع نجاتم بدهی. از به خود آمدن این قافله را گم کردیم، وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم. دیگه اصلا نگه این 313 نفر چرا حاضر نیستن، پس یعنی واقعا 313 نفر آدم حسابی پیدا نمیشه. نه، اون 313 نفر اصلا ربطی به ظهور نداره. 313 نفر الانش هم آماده هست، خیلی وقت اون آماده هست، الانش هم آماده هست. خیلیش هم از دنیا رفتن، بعداً میان. علی اکبر، حضرت ابوالفضل مالک اشتر، حضرت یاری میخواد که بتونه در نظام جهانی، در یک نبرد بزرگ جهانی دفاع کنن ازش، پاکارش باشن، فرمانبردارش باشن، امرش رو اطاعت بکنن. این وفاداری میخواد. هر جا معصوم وفا ببینه قیام میکنه. یادتون نره، امکان نداره امام یه یار با وفا ببینه پاکارش وای نست. امکان نداره. امام هرگز حتی یه وفادار رو ول نمیکنه، قدر وفای همه رو میدونه. امیرالمومنین یار با وفا نداشت، فرمود ابستسلم فعرا. اگه یک کسی یار با وفا نداره، یا باید بجنگه یا باید بشینه تسلیم بشه، هم خودش هم بقیه راحت کنه، بی خود دردسر درست نکنه. حضرت مجتبی اولش داشت، بعد همه تنهاش گذاشتن، تسلیم شد. یا سید شباب اهل الجنه، جانم به فدای خاک پایتان. شنیدم بیدادی را که بر شما رفته، شنیدم که سرداران دور و نزدیکتان اسیر تله‌های معاویه شدند و خیانت کردند. رویشان سیاه. سید الشهدا داشت، قیام کرد. گفت همین 100 تا بسمه، با همینا قیام کرد. ائمه دیگه اونا رو هم نداشتن. از قیام امام حسین و از سیره اهل بیت چی میفهمیم؟ میفهمیم امام معصوم هر وقت یار با وفا داشته باشه قیام میکنه. قیام امام زمان کی نزدیک میشه؟ کی نزدیک صورت میگیره فرج؟ زمانی که حضرت به تعداد کافی چی داشته باشه؟ یار با وفا. اگه واقعا ما آدمای خوب و مهربونی هستیم، چرا نمیریم ریشه مشکلات رو حل کنیم؟ امام زمان بیاد دیگه فقیر پیدا نمیشه، یه دونه فقیر پیدا نمیشه. نه تنها فقیر پیدا نمیشه، فرمود مردم به ستونهای طلا و نقره توی کوچه ها و خیابون ها محل نمیذارن. امام زمان بیاد یه دونه مریض پیدا نمیشه. امام زمان بیاد دیگه مشکلات طلاق و مشکلات خانوادگی و عقده های عاطفی و بی‌شخصیتی های اینجوری به وجود نمیاد. امام زمان بیاد مشکل جهالتی کسی نه، همه علم و حضرت در اختیار ما قرار میده. اینا تازه بخش پایینی ماست. امام زمان بیاد ما رو به بزرگی خودش تربیت میکنه. ما از خیلی از انبیا شاید بزرگتر تربیت شد. خب اگه امام زمان بیاد همه اینا حل میشه، پس چرا ما نمیریم سراغ امام زمان بیاریمش؟ این سوال دیگه. چرا دعا نمی کنیم از صمیم قلب؟ اینقدر که برای سرطانت، برای شوهرت، برای زنت، برای بچت، برای نمیدونم مشکلات دیگه زجه میزنی، گریه میزنی، شده 5 دقیقه برای امام زمان اینجوری گریه بکنی؟ این اگه بیاد همه چیز حل ها. خیلی هم ساده است آوردنش، کار سختی نیست. فرمود من 2 تا چیز از شما میخوام، سنگینی هم نمیخوام. 1 وفادار باشید به من، 2 همتون با هم بیایید.